با مقصد اجرای دستور سپارش‌های اساسی‌های صلح و وحدت ملی، پیشوای ملت، پرزیدنت مملکت محترم امامی رحمان در سمت تامین نظارت بی‌خطری محصولات عضوکاری اوید به ترغیب طرز حیات سالم، تامین نمودن سالمی اهالی، پیشگیری بیماری‌های گوناگون سرایتی از جانب مرکز نظارت دولتی سانیتری اپیدمیولوژی شهر خوجند پیوسته تدبیرهای مشخص اندیشیده می‌شود. در پرتوگاه شهر خوجند از جانب مرکز نظارت دولتی سانیتری اپیدمیولوژی شهر خوجند محصولات عضوکاری پس‌صفت و مهلتش گذشته و به طلبات معیارهای بهداشتی جوابگو نبوده نابود کرده شدند. جایز به ذکر است که از جانب کارمندان مرکز نظارت دولتی سانیتری اپیدمیولوژی شهر خوجند این موادهای خوراکی مهلتش گذشته و ضررآور از انبارخانه و مرکزهای تجارتی دریافت و محو کرده شدند. باید قید نمود که این محصولات اساساً به واسطه قاچاق به قلمرو کشور وارد شده در نتیجه بردن کارهای ترغیباتی و تشویقاتی از جانب صاحبکاران و شرکت‌ها اختیاراً به مرکز نظارت دولتی سانیتری اپیدمیولوژی شهر با مقصد ماهنمایی سپرده شدند. این همه محصولات بسیفت را بعد خلاصه سودی و مقامات دخلدار با تهیه سندهای لازمی در منطقه پرتو جمع‌کنی شهر خوجند با راه سوزانیدن نیست و نابود کردند. در اساس قرارهای دیرکتوری مرکز 250 کیلوگرم محصولات پس‌صفت خوراکی از نقطه‌های سودای حدود شهر از معاملات گرفته شده در پرتوگاهش به طریق سوزانده نابود ساخته شد. از همه صاحبکاران حدود شهر خوجند احترامانه خواهشمندم که محصولات مهلت استعمالشان گذشته و پس‌صفت را به فروش نگذارند. حیات و سلامتی استعمال کنندگان را به خطر نگذارند. شرکت‌های وارد کننده محصولات و فروشندگان باید سلامتی ملت را که آن را بایگری اساسی دولت می‌نامند از هر گونه منفعت بالاتر دانند و از وارد نمودن چنین موادهای پس‌صفت و فروش آن خودداری نمایند.